میبینی؟ بازم خیابونا پر شده از نور. صدای زنگوله ها میاد. بوی کاج. دوباره رسیدیم به فصل قشنگ کریسمس. اما فراتر از این کادوها و چراغ‌های رنگی یه حسی ته دل آدم بیدار میشه. یه جور نیاز به آرامش. یه جور تمایل به خلوت کردن. شاید امسال برای تو سال پر از چالشی بوده. شاید شب‌هایی بوده که لرزیدی، نه از سرمای بیرون، بلکه از تنهایی درونت. اما کریسمس یعنی همین. یعنی دقیقاً وسط سردترین و تاریکترین فصل سال یه نوری متولد میشه که هیچ تاریکی نمیتونه خاموشش کنه. این فصل بهمون یادآوری میکنه که امید همیشه راهشو پیدا میکنه. بیا برای چند لحظه چشمامونو ببندیم و اجازه بدیم گرمای این حضور یخ قلبمونو باز کنه. لازم نیست کار خاصی بکنی. فقط باش و بذار این کلمات نجوای قلب خودت باشه با خدا. خدای مهربون من، تو این حال و هوای کریسمس وقتی همه در حال بدو هستن، من اومدم اینجا توی این گوشه دنج تا فقط با خودت حرف بزنم. شکرت میکنم که یه سال دیگه هم به من فرصت دادی تا طلوعهای خورشید رو ببینم. ممنونم که توی تمام اون لحظه هایی که من فکر میکردم تنها تو داشتی مخفیانه در پشت صحنه زندگیم برای من عمل میکردی. شکرت برای تمام اون برکت هایی که بهم دادی، برای سقفی که بالای سرمه و برای قلبی که هنوز میتپه، تو رو دوست داره و میتونه محبت کنه. امشب ما فقط جشن یه تولد رو نمیگیریم، ما تولد امید رو به یاد میاریم. تولدی که تو دل تاریکی اتفاق افتاد، وقتی جهان خسته بود، وقتی انتظارها طولانی شده بود، وقتی شب واقعی بود. تو اومدی با فروتنی، با نوری ملایم، با عشقی که قرار بود دنیا را عوض کنه. خدایا شکرت برای اینکه وعدت رو فراموش نکردی. همونطور که نوشته شده بود، قومی که در تاریکی ساکن بودند نوری عظیم دیدند و ما امروز اعتراف میکنیم اون نور هنوزم میتابه. در این کریسمس ما شکرگزاریم برای نوری که خاموش نشد، برای عشقی که خسته نشد، برای حضوری که هرگز ما را ترک نکرد. و این یعنی تو از دور دوستمون نداشتی، تو وارد داستان ما شدی، وارد دردهامون، اشکهامون، ترسها و ناامیدیهامون. شکر برای تو عیسی که نام تو امانوئیله، یعنی خدا با ماست. نه فقط وقتی قوی هستیم، بلکه وقتی شکسته ایم، وقتی خسته ایم، وقتی جواب سوال هامون رو نداریم. یعنی تو توی شادی هام، توی قصه هام، توی نگرانی هام، توی کمبود هام، توی گریه های نیمه شبم کنارمی. شکرت که برای دیدنت لازم نیست جای دوری برم. تو همین جایی، توی همین نفسهای منی. ممنونم که کریسمس رو بهونه کردی تا بهم بگی چقدر برات ارزشمندم. اونقدر که خودت اومدی تا همخونه قلب من بشی. تو اومدی تا تاریکی آخرین کلمه نباشه، تا ناامیدی پایان داستان نباشه، تا انسان بدونه که دیده شده، شنیده شده و عمیقاً دوست داشته شده.
خدایا دعا می کنم نور تو آروم و واقعی به گوشه های قلب های تاریک، قلب های شکسته، قلب های تنها و افسرده بتابه. چون تو گفتی من نور جهان هستم. پس ما امروز دوباره انتخاب می کنیم که به تو نگاه کنیم، به نور نه به تاریکی. خدایا امید رو در ما تازه کن، نه امیدی که به شرایط وابسته باشه، بلکه امیدی که از حضور تو ریشه میگیره. ای روح خدا، قلب هامون رو از شادی حضور خودت پر کن. بذار تمام اون اشک‌هایی که توی تنهایی، توی غم و غصه ها ریختیم به اشک‌های شوق مبدل بشه. دوست عزیزم، کریسمس یعنی شروع دوباره، یعنی فرقی نمی‌کنه گذشته‌ت چطوری بوده. امروز میتونی دوباره متولد بشی. بیا به وعده خدا اعتماد کنیم که میگه به اون چیزهایی که در قدیم رخ داده متکی نباشید. با خاطرات گذشته زندگی نکنید. به کارهای تازه‌ای که میکنم نگاه کنید. من ایمان دارم که فصل جدید زندگیت فصل معجزه‌های غیرمنتظره است. فصل شفای زخم‌های قدیمی، فصل خنده‌هایی که از ته دل بلند میشه. پس بیا با هم دعا کنیم. امروز توی این لحظات مقدس من قلبم رو بهت تقدیم میکنم عیسی. بیا و توی قلبم متولد شو. به زندگیم برکت بده. به قدم‌هام قوت بده و چشمام رو باز کن تا زیبایی‌هایی رو ببینم که تا حالا ندیده بودم. من با امید وارد روزای نو میشم، چون میدونم صاحب این جهان دستم رو گرفته و هرگز منو ترک نمیکنه. نور کریسمس همیشه توی قلبت روشن بمونه. یادت نره تو هیچ وقت تنها نیستی. تو محبوب خدایی. کریسمس مبارک.